سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطب گرامی. محمد حیدری شهابی هستم، با ربات استخراج آگهی ها از دیوار در خدمت شما. اگر در زمینه خدمات خودرو، شرکت لیزینگ یا قطعات خودرو یا نمایشگاه هستید و فعالیت دارید، میتونید شماره تماس مالکین خودرو در یک شهر یا یک محله یا یک استان یا کل ایران در اختیار داشته باشید و پیام تبلیغاتی خودتون رو برای این دوستان ارسال کنید. اگر پخش قطعات خودرو دارید، میتونید تمامی فنیکارها و فروشندگان قطعات رو در ایران داشته باشید و پیام تبلیغاتی خودتون رو براشون بفرستید. نحوه انجام کار هم به این صورت: من میام روی سایت دیوار و شهر تهران رو به عنوان مثال انتخاب کردم. دسته ها رو گذاشتم روی دسته خدمات و موتور و ماشین. اینجا شما میتونید نوع تخصص و محلی که نظرتون هست رو برای دریافت آگهی مشخص کنید. اگر هم که کل تهران رو میخواد یا کل ایران، باید همون دسته‌بندی در واقع شهر یا کل ایران رو انتخاب کنید. من لینک مد نظر دیوار رو از اینجا برمیدارم، کپی میکنم، میام عنوان کاوش نوشتم خدمات خودرو تهران. هر چیزی که دوست دارید میتونید اینجا بنویسید. من لینک آگهی ها رو اینجا وارد میکنم و شروع عملیات رو میزنم. ظرف 5 دقیقه الی 6 دقیقه نهایتا برای شما بالغ بر 5000 آگهی مرتبط توی این شاخه که قرار داره از این صفحه که اینجا دارید میبینید برای شما استخراج میکنه و لیست آگهی ها رو اینجا به شما نمایش میده. من توقف عملیات رو میزنم. من آگهی رو ثبت کردم و میرم تب دریافت شماره های موبایل. اینجا باید ما یه تعدادی سیم کارت رو اد کنیم و با توجه به اینکه هر سیم کارت در طول 24 ساعت محدودیت دریافت 140 شماره داره، اگر ما بیشتر از این تعداد خط و شماره آگهی رو دریافت کنیم، قطعا سیم کارت ما توی دیوار بلاک میشه و محدود میشه. بعد 24 ساعت 48 ساعت احتمال برگشتش وجود داره. من افزودن خط رو میزنم، شماره موبایل مد نظرم اینجا وارد میکنم، سیم کارت بر روی گوشی فعال باشه. بعد میام احراز هویت رو میزنم. برای من توی گوشی یه کدی ارسال میشه از سمت دیوار و اون کد رو توی تبی که اینجا باز میشه وارد میکنم و خط تایید میشه و احراز هویت انجام میشه. شروع عملیات و دریافت شماره رو من میزنم. فقط این نکته رو بگم، میتونید هر خطی و هر تعدادی که دوست دارید اینجا بهش بگید که چه تعدادی میخواهید برای شما در روز شماره در بیاره. من اینجا این شماره که وارد کردم مثلا میزنم 140 تا و خب همه خطای من 140 تا شماره دریافت میکنن در طول روز. مثلا اگر من میخوام 1400 تا شماره دریافت کنم، باید حتما 10 تا سیم کارت اینجا اد کنم. من تیک سختگیرانه رو برمیدارم. میزان زمانی که ربات طی میکنه تا یه شماره تماس از یه آگهی برای من در بیاره 8000 میلی ثانیه تا 8001 میلی ثانیه است. یعنی تقریبا این چیزی هولوش همون 8 ثانیه میشه. من شروع عملیات دریافت رو میزنم، منتظر مونم تا ربات شروع کنه به کار کردن. همونطور که دقت میکنید شماره تماس رو اینجا به صورت لیست داره از هر آگهی در میاره و هر 8 ثانیه یک شماره رو برای من استخراج میکنه. توقف رو میزنم. خب کار متوقف شد. فرض بر اینکه شما نمایشگاهی هستید یا خریدار حواله خودرو هستید، برای اینکه بتونید آگهی ها رو در لحظه ببینید و دریافت کنید، میتونید از طریق ارسال آگهی های جدید به بله یا از طریق تلگرام اقدام کنید و این آگهی های جدید رو از روی سایت دیوار استخراج کنید. ربات مستقیما اونا رو برای شما ارسال میکنه به نرم افزار بله. من تیک ارسال آگهی جدید به بله رو میزنم. اجرای مجدد رفرش رو میذارم روی هر 10 ثانیه، یعنی هر 10 ثانیه یک بار برای من بررسی کنه و آگهی‌های جدید رو استخراج کنه. چطور باید ربات رو تنظیم کنم که بره روی نرم افزار بله برای من ارسال بکنه اطلاعات و آگهی‌های جدید؟ تنظیم ارسال پیامو میزنم، وارد این پنل میشم. اینجا دقت کنید یه رباتی هست به نام روبو ابزار بوت. من باید حتما توی نرم افزار بله تحت وب شروع به کار باش بزنم. میام وارد نرم افزار بله تحت وب میشم. این همون رباتی که خدمتتون عرض کردم. حتما باید این ربات رو اسمش رو توی بله سرچ کنم. میشه ادساین روبو ابزار بوت. من میام توی سرچ بله ادساین روبو ابزار بوت رو سرچ میکنم. روبو ابزار رو به من نشون میده و اینجا شروع میزنم. الان باید برم آیدی خودم رو از طریق پروفایل و فضای شخصی آیدی بله خودم رو پیدا کنم. این آیدی بله منه. این کد رو اینجا من کپیش میکنم، میام وارد ربات دیوار میشم و آیدی خودم اینجا وارد میکنم. یه بار ذخیره رو میزنم
تایید رو انجام میدم، بازگشت، ربات رو میبندم و دوباره بازش میکنم. خب من وضعیت رفرش رو میذارم روی 10 ثانیه، تیکش فعاله. ارسال آگهی جدید به بله رو میزنم، ارسال آگهی انتخابی به بله. این اوکیه. خب شروع عملیات و دریافت آگهی رو میزنم. هر 10 ثانیه که آگهی جدیدی در دیوار در این دسته‌بندی که من انتخاب کردم قرار بگیره، آگهی مستقیما برای نرم افزار بله من ارسال میشه و به راحتی من میتونم اینجا توی بله آگهی‌های جدید رو ببینم. یعنی اولین نفری که از این آگهی با خبر میشه دقیقاً ما هستیم و این سریع‌ترین راه حلیه که ما بتونیم یه آگهی جدید رو توی نرم افزار بله یا حالا تلگرام هم شدنیه بتونیم ببینیم. ممنون از اینکه تا اینجای آموزش همراه من بودید. متشکرم. خدا نگهدارتون.